سلام. امروز میخوام یه پیراشکی گوشت با نون پیتا براتون درست کنم که خیلی سریع آماده میشه و ادویه‌هایی هم که استفاده میکنیم پودر زیره، پودر پاپریکا، نمک، زردچوبه، پودر سیر و آرد نخودچی هستش. اول از همه پیازا رو خلالی میکنیم، سیب زمینی‌ها رو نگینی و فلفل دلمه ها هم نگینی میکنیم. پیازای خلال شده رو با سیب زمینی نگینی سرخ میکنیم. وقتی سیب زمینی و پیازمون مقداری سرخ شد و نرم شد، گوشت چرخ شده‌مون رو بهش اضافه میکنیم. کل ادویه‌جاتمون رو به مخلوطمون اضافه میکنیم. حالا نوبت فلفل دلمه هایی که نگینی کردیم و به موادمون اضافه میکنیم. خب الان میخوایم نونای پیراشکیمون آماده کنیم. هر یه نون پیتا رو از وسط تا میکنیم و اطراف نون رو با قیچی جدا میکنیم و هر یه نون پیتا رو میتونیم به 3 قسمت تقسیم کنیم. اگه خواستیم پیراشکی کوچیک‌تر درست کنین میتونین هر یه نون پیتا رو به 4 قسمت تقسیم کنین و قطعات تقسیم شده رو از وسط باز میکنیم و به شکل مثلثی میتونیم پیراشکیامون رو بپیچیم. الان موقع پیچیدن پیراشکیامون هستش. ورقه های نون رو که از قبل آماده کردیم برای اینکه به شکل مثلثی ببندیم اول به شکل قیف در میاریم و مواد رو داخلش میریزیم و به شکل مثلثی میبندیمشون. به همین راحتی. یکی دیگه هم براتون درست میکنم. به همین سرعت پیراشکیامون آماده میشه. حالا که پیچیدنشون تموم شد هم میتونیم تو روغن سرخ کنیم هم میتونیم داخل فرن به مدت 10 دقیقه تو دمای 180 درجه سانتیگراد قرار بدیم. پیراشکی گوشتمون آماده شد. من قبل از اینکه داخل فرن بذارم روشون رو کره زدم و با کنج تزیین کردم. میتونید با سس کچاپ یا هر سسی که دوست داشتین میل کنین و از طعم خاصش لذت ببرین.